دنیا در 18 سالگی تمام نمی شود و حتما لازم نیست که در 20 سالگی زندگی را فهمید. تو هنوز در 25 سالگی خیلی جوانی و احتمالاً بارها مسیرت را تغییر خواهی داد. شغلت را عوض خواهی کرد، شهرت را عوض خواهی کرد، دوستان و رویاهایت تغییر خواهند کرد. شاید در 28 سالگی شغلت را عوض کردی و عشقت را در 35 سالگی پیدا کردی. شاید در 40 سالگی به شغل رویاییت برسی